آقا عرض ادب و احترام دارم خدمت تمامی فالوورای عزیز. طرف تا دیروز با 4 میلیارد و 500 میلیون تومن دنبال افحاش چراغ قدیم 81 میگشته، یا دنبال ماشین چینی قسطی. بعد امروز از غفلت مسئولین بگم بهتره، یه قانونی اجرا شده 5 ساله ها آزاد شده. بعد بهش میای مان 2019 پیشنهاد میدی با 700 تا کار. طرف برمیگرده میگه که از این کم کارتر نداری. یعنی من حساباش کردم، ما مردم هر چی سرمون در میه به خاطر این ناسپاسیمون ناشکریمونه. ما مردم ایران خیلی آدمای ناشکری هستیم، چه از همون سال جلوترش که ناشکری کردیم، ناسپاسی کردیم. یه آدم بزرگ